حمله به جان آریانا سعید که اصلا باورتان نخواهد شد. وضعیت صحی آریانا سعید چگونه است؟ وی در کدام کشور زندگی می کند؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی آریانا سعید در کشور ترکیه و گریه‌های جاسود اسیب ساید همسرش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، یکی از هنرمندان بی‌بدیل و ناماشنا بوده است و شهرت و محبوبیت خوبی داشته است. آریانا سعید علاقمندان و طرفداران هنر موسیقیش از مرزهای افغانستان عبور کرده است. 30 میلیون نفوذ افغانستان و صدای آریانا سعید آشنایی دارند. آریانا سعید را میتوان هنرمند بین المللی افغان خطابید که کنسرت‌های وی بازدید بیش از 10,000 نفر را در یک شب داشته است. آریانا سعید در کشور انگلستان بزرگ شده است ولی به خاطر کارهای هنر موسیقیش در ترکیه زندگی می کند. کارهای هنر موسیقی آریانا سعید بارها بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. آریانا سعید چند روز قبل به کشور استرالیا سفر کرد و قرار بود در کشور استرالیا آریانا سعید در بزرگترین جشنواره فیلم ایندی ها اشتراک کند، اما به دلیل نامعلوم حمله به جان آریانا سعید در این کشور راه اندازی شده است، ولی صحت آریانا سعید خوب گزارش داده شده است. اما تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که آریانا سعید چگونه مورد سوء قصد قرار گرفته است، ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند پرآوازه افغان از بارگاه عزت الله یزال استدعا داریم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.